اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این لبخند من هم برای اینه که مقابل شما نشستم و هم از این بابت که کنار عزیزی که خیلی ایشان رو دوست می‌دارم. مجموعه از سوالات مردم که دسته‌بندی شده و مقابل من هست در طول هفته‌های گذشته که دریافت شده، دسته‌بندی شده. ما در چنین شب‌هایی در واقع جلسه پرسش و پاسخ داریم، سوالات شما رو مطرح میکنیم. الان با افتخار محضرشون سلام و خیر مقدم عرض میکنم. آقا سلام عرض کردیم، خیلی خیلی خوش آمدین، مشتاق دیدار بودیم زیاد. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون. بنده هم از زیارت شما و دوستان عزیز خوشحالم و از اینکه باز توفیق شد که در خدمت دوستان عزیز بیننده باشیم. بسیار خوشحالیم و خدا رو شکر میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و اراده دارم معذرت دوستان عزیز بیننده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روزافزون، آرزوی قبولی طاعات، عبادات، قبولی همین برنامه‌ای که الان دارن نگاه میکنن. پیغمبر فرمودن الجلوس ساعتون عند مذاکرة العلم خیر لک من 1000 صلات تطوعا. یه ساعت، حالا ساعت معنی 60 دقیقه نیست، یه ربع، نیم ساعت، 20 گاهی 2 ساعت بنشینی برای گفتگوی علمی، مذاکره علمی، برات بهتر است از اینکه 1000 رکعت نماز مستحبی بخونی. عجب. بله، این نشستن پای تلویزیون و گوش کردن به این بحث‌های علمی و معارفی، حالا از این دست باید خیلی زیاد داریم. من یکشو خوندم که یعنی الان مردم که این برنامه رو دارن نگاه میکنن و در حال عبادتن، مشمول این بله در حال عبادتن. هم چه عبادتی که این دیدن این مذاکره علمی از 1000 رکعت نماز مستحبی که وقت بذارن و بخونن ثوابش بیشتر. ان شاء الله خدا من قبول کنه. ما خوشحالیم که در خدمت دوستان هستیم و خدای متعال سپاسگزاریم و از دو جهت. یکی این که خود خدمت به بندگان خدا از بهترین نعمت‌های خداست. آقا امیر می‌فرماید از نیاز مردم و احتیاج مردم به خودتون خسته نشید که این از نعمت‌های خداست. اگه خسته بشید خود این نعمت از شما میگیره. خدمت به دوستان عزیز خودش از نعمت‌های بزرگ خداست که ما باید سپاسگزار باشیم و اون وقت نوع خدمت هم خیلی زیباست. خدمتی که در فضای علم انسان تنفس کنه، در فضای گفتگوی، در فضای تفقه در دین. آیه 122 سوره مبارکه توبه، اونجا تفقه در دین رو قرآن معادل جهاد فی سبیل الله میدونه. آیه نفر ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. میگه همه نرن جبهه، یه پیش پیغمبر بمونن، تفقه در دین داشته باشن، چیز یاد بگیرن، معارف دینشون یاد بگیرن، که اونهایی که رفتن جبهه برگشتن اینها اون چی یاد گرفتن و به اونها هم یاد بدن. خب از این دو جهت ما سپاسگزار نعمت‌های خدا هستیم، هم خدمت به بندگانش، هم خدمتش، نوع خدمتش خیلی زیباست. الحمدلله رب العالمین. و چقدر من به شما قبطه میخوارم استاد. سالهاست شما، حالا خودتون بگین حدودی از چه سالی توی این مسیر هستین، ولی تا جایی که من یادم میاد، من از سنین نوجوانی و اینها میبینم شما دارید به سوالات مردم پاسخ میدید و توی این فضایی که میفرمایید از 1000 سال، حالا احادیث دیگری هم که خودتون فهمیدید، چه خیر و چه رحمت و چه برکتی شامل حال شما شده. انشاءالله اینجوری باشه. و آره، و خوش به حال ما که میتونیم از وجود شما استفاده کنیم و بهره مند بشیم. الحمدلله رب العالمین. خب عرضم موضوع شما که هر موقع شما دستور بدین من شروع میکنم سوالات مردم میپرسم. اجازه هست؟ محبت دارید، مخلص شما هستیم. زیرنویس هم میکنن آقای حسین زاده مرتب. انشالله توی این شبها هم بیشتر این اتفاق خواهد افتاد که شما از طریق سامانه این در واقع سوالاتتون رو میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه برنامه برای ما ارسال بکنید که انشالله هفته بعد سوالات همینجور به دست من برسه و من از محضر استاد شاهرودی محمدی شاهرودی عزیز بپرسم. خب فکر می‌کنم این سوال به من اولین سوال خوب باشه، چراغ اول روشن کنیم دیگه. من شماره تلفن و اسم و اینا فکر نمی‌کنم برای شما هم خیلی شاید مطرح باشه. سوالاتو میپرسم که دوست می‌دارید که پاسخش رو بشنوید. گفتن هدف از خلقت انسان عبادت و معرفت الهیه.
اشاره به اون آیه ما خلقت الجن و الانس کرد. هدف از آفرینش آسمان و زمین و کوه و دشت چیه این وسط؟ اول عرض میکنم که هدف غایی از آفرینش انسان عبادت نیست، امتحان نیست، معرفت نیست، که اینو همش تو قرآن هست. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. اما اینها هدف غایی نیستن، اینها راهن، اینها اهداف متوسطن. عبادت راهی است که انسان رو به هدف نهایی که همون قرب الی الله و لقاء الله و مقام خلافت اللهی باشه به اونجا میرسونه. از این راه انسان به اونجا میرسه. عبادت نردبانه، نردبان هدف نیست، با نردبان انسان میره پشت بام. عبادت هم معراج، از صلات و معراج المؤمن. با این نردبان انسان پله پله به سمت خدا بالا میره. هدف سیر الی الله هست. انا لله و انا الیه راجعون. ان الی ربک الرجعی، مقصد اونجاست. ان ربک المنتهی. پس هدف غایی خود خداست. انسان به عنوان خلیفه خدا میل به بی‌نهایت داره، میل به سمت خدا داره. این هدف غایی است. این هدفی که در قرآن اومده، در جای دیگه اومده، این اهداف متوسطه که از این راه به اونجا میرسه. در اهداف متوسط خیلی زیاد است. اهداف متوسطی که انسان رو مقصد میرسونه، که مثلا انسان قلبی دارد، اون قلب باید سالم نگه داشته بشه. بدنی دارد، بدن رو باید تربیت کنه، سالم نگه داره. عقلی داره، عقل رو باید ورزش بده، سالم نگه داره. نفسش رو باید سعه بده. اینا اهداف متوسطی که حالا زیاد هست. یعنی در واقع همه اینها و حتی همون معرفت و اینها مقدماتی برای رسیدن به اون هدف است. معرفت چراغ. معرفت چراغ. چراغ هدف نیست. چراغ اینه که انسان جلوشو ببینه، بره به سمت مقصد. این که در همون آیه که شما خوندید و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، در تفسیر منسوب به امام عسکری داره که لیعبدون لیعرفون، معرفت. بازم داریم در قرآن آیاتی که هدف آفرینش رو معرفت معرفی کرد. این معرفت هدف متوسطه، هدف میانیه که از این طریق انسان به اون هدف غایی نزدیک میشه. این نکته، بنابراین هدف متوسط رو دوستان جای هدف غایی نگیرن، اصلا جدا. حالا اهداف متوسط خود شاخه‌های زیادی است. اگر سوالای آینده دوستان بود، ما میتونیم از 5-6 نگاه اهداف متوسط رو که انسان رو به اون مقصد میرسونه خدمت دوستان بگیم. مطلب دوم این که از قرآن برمیاد که آسمان و زمین برای انسان آفریده شده. و خلقنا لکم ما فی السماء و ما فی الارض و سخرنا لکم ما فی البر و البحر و جعلنا لکم. از این آیات تو قرآن زیاد داریم که آسمان و زمین مقدمه وجود انسانه، چون خدا اراده کرده بود که انسانی بر روی کره زمین خلق بشه. از میلیاردها سال پیش زمینه ها رو فراهم کرد. کرات خلق شدن، منظومه شمسی خلق شد، خورشید به شکل توده آتشین اصلا جدا شد، زمین از خورشید جدا شد. همینطور یواش یواش میلیاردها سال طول کشید تا یواش یواش استعداد پذیرش آدم رو پیدا کرد. قبل از این آدم هم نسل‌های از آدم رو آورد رو کره زمین، حیوانات دیگران، تا موقعی که دیگه این انسانی که میتونست خلیفه خدا باشه، این استعداد در زمین و آسمان به وجود اومد. اون وقت خداوند انسان رو به عنوان خلیفه خودش آفرید و بقیه‌اش که دیگه میدن دوستان. پس چرا اونها رو آفرید؟ برای انسان. انسان رو برای چی آفرید؟ برای خودش، برای قرب الی الله، برای لقاء الله. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. اون لقاء الله هدفه. برای اون هدف خدا خلق کرد. حالا برای رسیدن به اون هدف پیغمبر فرستاد، کتاب آسمانی فرستاد. همه اینها اومدن که راه رو به انسان نشون بدن، مقصد رو برای انسان معرفی بکنن، سازوکار حرکت رو در اختیار انسان قرار بدن تا انسان به اون هدف غایی که همون مقام لقاء الله و مقام خلافت اللهی است که هیچ مخلوقی شایستگی این مقام رو نداره، حتی فرشتگان به اون مقام برسن. پس نقطه کانونی تو عالم خلقت انسانه. بله. این فرقش با اون اومانیسم چیه؟ از کنم که اومانیسم اونجایی که دین وجود داره، انسان میاد کنار خدا. تو یکی من یکی، یعنی خالق و مخلوق میشن در عرض هم. تو چرا از من اجازه نگرفتی گفتی که من ایمان بیارم یا نیارم؟
تو چرا با من سوال نکنی میخوای نماز بخونی بری بهشت یا نمیخوای؟ که من بگم اگه دلم میخواد نماز بخونم برم بهشت، دلم نمیخواد نرم. تو چرا از من اجازه نگرفتی من خلقم کردی؟ باید به خودم میگفتی که میخوای بیایش به دنیا یا نمیخوای بیای. انسان در عرض خدا قرار میگیره تو اون نگاه اون جاهایی که از کنم دین نیست، انسان میره جای خدا. و این انسانی که حالا در عرض خدا قرار گرفته یا در عرض یا جای خدا نشسته، خدا نیست اونجا، جاش انسان، این همون حیوانه. نه اون خلیفه خدا، نه اون که دارای روح الهی است. حیوان منتها حیوان مدرن، حیوانی که برخورداره، حیوانی که بقیه موجودات رو به استخدام گرفته. چون ماتریالیسم دیگه بله. اساسش مادی‌گرایی است. درست. فرقی بین انسان و حیوان نیست، هر دو ماده هستن. پس 3 نکته شد. 1، برخی انسان رو جای خدا می نشانن، خدا میره سراغ کارش، خدای وجود نداره. در محیط‌های مذهبی انسان میره کنار خدا، در عرض خدا قرار میگیره، حتی خدا رو محاکمش میکنن. تو چرا این کارو کردی؟ چرا از من سوال نکردی؟ چرا از من اجازه نگرفتی؟ خب باید در عرض هم باشن که این چیزا بود. مطلب بعد این که انسانی که اینها طرفداری ازش میکنن و انسانی که انقدر سنگشو به سینه میزنن، از لحاظ ماهیت فرقی با حیوان نداره. هر دو ماده هستن. بله این انسان راست قامته، این انسان مثلا فرض کنید که بقیه موجودات رو به خدمت میگیره، این انسان مرفه و مدرنه، اتو کشیده، همین و یا نه این حیوانات. خیلی ممنونم استاد محمدی شارودی عزیز، دست شما در نکنه. ما یه فاصله بگیریم برگردیم بقیه سوالات مردم از شما پرسم. اجازه است؟ در خدمتیم. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب 30720 سامانه پیام کوتاه ماست. قطعا همین الان که استاد دارن صحبت میکنن راجع به موضوعات مختلف و پاسخ به سوالات شما، ممکنه سوال جدیدی توی ذهنتون شکل بگیره. حتما از این فرصت استفاده بفرمایید، سوالاتتون ارسال بفرمایید به 3720. سوالات دسته‌بندی میشه، هفته‌های آتی من نظر استاد میپرسم ان شاءالله به پاسخش برسیم. خب پرسیدن که قلب سلیم به چه قلبی میگن؟ بله تو قرآن داریم که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت نه مال به درد میخوره، نه فرزند و پسر به درد میخوره، مگه اینکه انسان با قلب سلیم اونجا وارد شده باشه. در قرآن قلب براش حالات گوناگونی ذکر شده. یک مثلا گفته که فی قلوبهم مرض فزادهم الله، پس قلب مریض میشه. مثل که آدم مریض میشه قلبم مریض میشه. قلب سلیم قلبی است که مریض نباشه. قلبم مثل آدم منحرف میشه. فزاغ قلوبهم یا ربنا لا تزغ قلوبنا. این زیغ یعنی انحراف. قلب سلیم قلبی است که منحرف نشده باشه، دچار انحراف نشده باشه. قلب زنگار میگیره، مثل آهن که زنگ میزنه قلبم زنگ میزنه. وقتی زنگ زد اون قلب دیگه به درد نمیخوره، اون قلب سالم نیست. در روایت داریم، در قرآن هم هست، در روایت با صراحت بیشتری پیامبر فرمود ان هذه القلوب تصدع کما یصدع الحدید. این دلها زنگار میگیرن چون که آهن زنگ میزنه. قیل و ما جلاؤها یا رسول الله. گفتن چطور میشه زنگار رو برطرف کرد؟ چیکار کنیم؟ فرمود تلاوت القرآن و ذکر الموت. دو چیز زنگار از دل پاک میکنه، یکی تلاوت قرآنه که هم یاد مرگ. پس قلب سلیم قلبی است که زنگار نگرفته باشه. قلب میمیره وقتی مرد که سالم نیست دیگه، مرده رو بهش سالم نمیگن. هم تو نهج بلاغه هم تو قرآن داریم که این قلب ها مرده هست، قلب مرده. قلب سالم قلبی است که نمرده باشه. قلب سالم قلبی است که در خانه، در حرم خدا غیر خدا رو جا نداده باشه. القلب و حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. قلب حرم خداست، تو حرم خدا کسی غیر خدا جا نده. اگر تو قلب لذت گناه یا آشیانه شیطان بود قلب، این قلب بیماره. قلبی که شیطان اونجا لانه کرده این قلب بیماره. قلبی که به گناه علاقه داره این قلب از فطرت انسانی دور شده، از فطرت خدایی دور شده. پس این قلب مریضه و این قلب ناسالمه. قلبی که به گناه علاقه داره،
همین اشتیاق. یه وقتی ممکنه که به گناه کسی علاقه نداشته باشه اما بالاخره دستش در میره گناه میکنه. بله، گناه کرده، توبه میکنه، پاک میشه، تمام میشه. یعنی اون آثارش هم کلا از قلب پاک میشه. اما اگر قلب گناه در قلب اشراب شد، رسوخ کرد، طوری که علاقه پیدا میکنه بگن، فطرت انسان از گناه بدش میاد، نفس لوامه از گناه بدش میاد. اگر از گناه خوشش اومد، این قلب ناسالمه، این قلب باید عوض بشه، این قلب باید تعمیر بشه، درمان بشه. این قلب سلیم نیست. قلب سلیم قلبی است که خوبی ها رو دوست داره، بدی ها رو دشمن میداره. قلبی است که خدا و اولیاء خدا رو دوست داره، دشمنان خدا رو دشمن میداره. اطاعت خدا رو دوست داره، هرچند ممکنه موفق نشه ولی به هر حال محبت داره. قلب سلیم قلبی است که جایگاه عشق و محبته. این حب، از امام سوال کردن که آیا در دین حب هست؟ فرمود حل دین الی الحب. آیا دین جز محبت هست؟ و قلب جای محبته. اگر قلبی توش محبت هست، این قلب سالمه، این قلب مریض نیست. اما یک کینه و دشمنی و رذائل هست، این قلب مریضه. یه فهرست کوتاهی. خیلی خوب، خیلی خوب، دست شما در نکن. خب گفتن که قرآن کریم برگشت به دنیا بعد از مردن رو نفی میکنه. پس اینایی که چند دقیقه میمیرن بعد دوباره برمیگردن به دنیا چجوری میشه این برنامه زندگی؟ پس زندگی رو احتمالاً بله، لابد نظرشون آیه 100 سوره مؤمنون باید باشه، آیه 99 و 100 سوره مؤمنون که می‌فرماید که حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. کفار وقتی که مرگشون فرا میرسه، وقت برزخ رو میبینن، حقایق عالم رو میبینن، اون عالم رو میبینن، تقاضا میکنن که برگردن، رب ارجعون، برم گردن، پرارگاه دستور بدن برم گردن به دنیا که چی بشه؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، بلکه اون اعمالی که انجام ندادم اعمال خوب رو حالا انجام بدم. بهشون میگن نه، کلا. یه حرفی است که این داره خودش میگه، بی خود میگه. در جای دیگه داریم که لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، برشون گردیم باید میان همون جایی که قبلا بودن و همون کار رو انجام میدن. اما این یک قضیه کلیه هست که خب استثناء داره. اولا سیاق این آیات سیاق کفاره، کسانی که کفر ورزیدن، سراسر گناه بودن، حالا که اونجا میبینن میان برم گردونید. اما آیا مؤمنی هم در دوران ظهور خواست برگرده بهش میان کلا؟ نه، بهش میان مخیرش میکنن، میگن امامت زمان ظهور کرده، دوست داری برگردی به دنیا برگرد. بله، دوست نداری خب هم تو برزخ بهشت باش. و قرآن رجعت‌های فراوانی گزارش کرده. آیه 259 سوره بقره، او کالذی مر علی قریة و هی خاویة علی عروشها، داستان عزیر پیامبر بعد از 100 سال دیگه، فاماته الله مع طعام. حالا اینا که 3 دقیقه مردن، نیم ساعت مثلا، حالا آخرشون که من یادم میاد بگو 15 ساعت مرده بودن برگشتم. اونجایی که عزیر پیامبر 100 سال مرد، بعد از 100 سال برگشت. یا آیه 260 آیه بعدش که حضرت ابراهیم پرنده ها رو کشت و در هم کوبید و زنده شدن. آیه 243 همین سوره بقره که 40,000 نفر از بنی اسرائیل به عذاب الهی دچار شدن، بعد که از پیامبرانشون تقاضا کردن اینا برگشتن بعد از مدت ها مردن، دوباره باز برگشتن به دنیا. یا خود ماجرای بقره که در همین سوره بقره اومده که از بنی اسرائیل کسی کشته شده بود، به حضرت موسی وحی شد که گاوی ذبح بشه، گوشتش به این مقتول زده بشه تا زنده بشه، خودش قاتل خودش معرفی بکنه. و این زنده شد و قاتل خودش معرفی کرد. یا اصحاب کهف که 300 سال 9 سال هم اضافه کن، یعنی 300 سال شمسی 309 سال قمری، اینها خواب شبیه مرگ بود که بودند و بعد برگشتن. پس هم قرآن گزارش کرده بازگشت به دنیا رو، که من نمونه‌هاش عرض کردم، هم در روایات ما بحث رجعت رو داریم که صدها روایت داریم راجع به رجعت. شیخ الراملی صاحب وسائل شیخ کتاب راجع به رجعت نوشته، بیش از 600 روایت اونجا نقل کرده. و ایشون میگه من بیش از 1200 روایت داشتم راجع به رجعت، راجع برگشت به دنیا. جلد 53 بهار
قریب 200 تا روایت مرحوم علامه مجلسی اونجا درباره همین رجعت نقل کرده. آیات دیگه هم تو قرآن داریم که جز با رجعت قابل فهم نیست، مثل آیه یوم نحشرهم کل امة فوجا، این قیامت نیست، چون در قیامت داریم که و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، همه رو محشور مون. این که روزی که یه عده خاصی محشور میشن همون روز رجعت. بنابراین رجعت که استثناء باشد وجود دارد، اما قاعده کلی همونه که کسی که از دنیا رفت دیگه به دنیا بر نگرده. اون آیه که آیه 100 سوره مؤمنون باشه قاعده کلی رو بیان میکنه که استثناءهای هم داره. مثلا همین که الان خیلی ها دیگه میمیرن زنده نمیشن مؤید همین قضیه است دیگه. خیلی کم به ندرت تو دنیا اتفاق میفته که حالا سوالشون بود که اصلا نباید هیچ کس زنده بشه، چطور اینا زنده میشن؟ پاسخ اینه چرا بعضی از زنده میشن. میگه حضرت عیسی مرده رو زنده نمیکرد. پیامبر ما این مرده رو زنده نکرد. حضرت رضا سلام الله علیه آقا زنش مرده بود، اومد خدمت امام رضا، دلتنگ خانمش بود. حضرت گفت میخوای زندهش کنم؟ گفت آره. قربانش رو خونت اومده. رفتید خانمش برگشت اومد تو خونه، گفت تو برزخ گفتن امام رضا دستور داده که ایشون برگرده. بعدم با هم زندگی کردن، بچه دار شدن، 10 سال دیگه با هم زندگی کردن. و این رجعت خودش دیگه از اینا تو روایت خیلی فراوان داریم. خیلی خوب، دست شما در نکنه. خب عرضم حضور شما که گفتن چیکار کنیم که 2 روزمون مثل هم نباشه؟ باز اشاره به روایات هستن. بله در روایات داریم که من ساوا یومه و هو مغبون، کسی 2 روزش با هم مساوی باشه دچار زیان دیدگی و زیان شدید شده. یک راهش اینه که انسان در حال تعلیم و تعلم باشه، که انسان هر روز یک نکته یاد بگیره. 2 روزش مساوی نیست، چون اون یک نکته‌ای که یاد گرفته، باز در روایت داریم که بابی از ابواب علم که انسان یاد بگیره از همه دنیا اون چه در دنیاست براش بهتر و ارزشمندتره، که انسان هر روز یه نکته یاد بگیره. الان ما رسانه هایی داریم که خیلی راحت شده، دانشگاه که انسان میتونه تو خونه خودش، همین شبکه قرآن، رادیو معارف، شبکه‌های مختلف، برنامه‌های خوب، خب انسان هر روز یک نکته یاد بگیره دیگه 2 روزش با هم مساوی نیست. دومی که خب در صدد ترقی باشه، مثلا در نماز، در عبادت مرتب در حال رشد دادن باشه. مثلا اگر تا حالا نمازش خیلی حضور قلب نداشته، سعی کنه که ولو 1 ذره حضور قلب رو در نماز خودش ایجاد بکنه. البته حالا 2 روز رو هم شاید معناش 2 تا 24 ساعت نباشه. مثلا چون روز در قرآن چون که در فارسی هم اینجوریه، به یک برهه از زمان هم گفته میشه. مثلا هم آیه که من خوندم آیه 7 سوره هود بود که گفتم که اولذی خلق السماوات و الارض فی 6 ایام، این 6 روز مثل که زمین دور خودش میچرخه نیست که 24 ساعت باشه. بعضی از این روزها چند میلیارد سال بوده، هنوز زمینی نبود که بخواد دور خودش بچرخه، خورشیدی نبود. این 6 ایام بعضی از این برهه های زمان چند میلیارد سال بوده، ولی قرآن بهش میگه روز. بعید نیست که حالا اینجا هم کسی مثلا فرض کنم که امسالش با سال دیگهش با هم مساوی باشه، هیچ ترقی نداشته باشه. به هر حال راههایی که میشه انسان 2 روزش مساوی نباشه، یکیش راه علمه، یکیش راه ایمانه که انسان ایمانش روز به روز عمیق‌تر بشه، که عبادته، با عبادت انسان روزهاش دیگه از مساوی بودن در میره. عبادت از جمله انفاق کردن مخصوصا خیلی مؤثر هست. یکی دیگه اون فضایل اخلاقی، مکارم اخلاقی است که انسان به دست بیاره، دنبالش باشه. حالا به تدریج مثلا شما بخواید یک رذیله اخلاقی از قلبتون بیرون کنید، گاهی ممکنه 40 سال وقت بخواد، 40 سال زحمت داره. 2 روزتون با هم مساوی نیست. به تدریج دارید میرید جایی که این رذیله رو ریشه‌کن کنید. به این ترتیب انسان دیگه 2 روزش با هم مساوی نیست. و راهش همینه که انسان تو عبادیات و اینها باشه. اگر امام مجتبی فرمودن کسی که تو مسجد زیاد رفت آمد کنه 8 خصلت به دست میاد. یکیش علم مستطرف، علم نو، علم تازه. یکیش اخو مصطفی، دوست خوب. و 8 خصلتی حالا امام اونجا فرمود. به مسجد زیاد رفت آمد کنیم روزمون با هم مساوی نمیشه. طبیعی. خیلی ممنونم. یه جواب خیلی کوتاه میشه داد. چیکار کنیم 2 روزمون مثل هم نباشه؟ یاد خدا ببینیم.
یه همین که فرمودی تو یاد خدا داریم ما یاد میگیریم از شما، مثل شما تو روزهای مختلف. دست شما درد نکنه، خیلی استفاده کردیم. انشالله به برکت فرمایشات شما، چیزی که از شما یاد میگیریم، ما روز امروزمون از دیروزمون خیلی بهتر بشه. اوامر نیست، محتاجیم به دعاتون. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردید. 3720 سوالتون رو ارسال بفرمایید، ان شاء الله هفته بعد از محضر استاد خواهم پرسید. التماس دعا. یا حق. خدا